سلام بینندگان عزیز، خبرها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی پیشنهاد شما میکنم. امروز 31 مارس است و در برنامه این گزارش ها را داریم. سلام امام نظرов قاچاقبر مواد مخدر است یا قربانی بحث های اخیر؟ نزدیکان فرزند سابق رهبر غیررسمی بدخشان میگویند او بیگناه است. رانندگان تاجیک در مرز ازبکستان با قزاقستان در ماندند. اگر میوه و سبزواتشان پوسد جوابگر می شوند. لامبا زدگیان هم از پای دویه یکی ماشینان ما تاجیک‌ها را جواب نمیدهند. در تاجیکستان قرب روبل بالا رفت و قرب دلار پایین شد. ساکنان بر رادیو آزادی نظرشان را گفتند. نزدیکان سلام امام نظرов میگویند او به هیچ گروه شامل نیست و مقامات او را باید آزاد کنند. سلام پسر یک رهبر سابق غیررسمی جوانان در بدخشان است. پدر او امام نظرов سال 2012 در شهر خاروق کشته شد. طبق اطلاع دریافتی مقامات سلام امام نظرов را به قاچاق مواد مخدر متهم میکنند. نزدیکانش میگویند تحقیق پرونده امام نظرف خورده ادامه دارد و آنها امیدوارند که او آزاد خواهد شد. مولا رجب یوسفی از دوشنبه گزارش میدهد. مسئول بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت سلام امام نظرов بیش از 1 ماه است که در این مؤسسه نگهداری می شود. روز 29 مارس خبرنگاری رادیوی آزادی شاهد شد که کارمندان بازداشتگاه موقتی به نزدیکان سلام امام نظرов نامه او را دادند. نزدیکان امام نظرov از دادن این نامه و همچنین پیشنهاد جزئیات پرونده او خودداری کردند. راضیه امام نظر و خواهر سلام امام نظرov به رادیوی آزادی گفت احوال برادرش در بازداشتگاه خوب است و قریب هر هفته با او ملاقات دارند. همصحبت ما با ذکر این که تفتیشات مخفی است از شرح جزئیات پرونده برادرش خودداری کرد. راضیه امام نظرov تنها گفت مقامات با برادرش مناسبت خوب دارند و سلام با وکیل دفاع تامین است. به گفته منابع آگاه سلام امام نظرov به پیوندانش تاکید کرده است که درباره پرونده او در شبکه‌های اجتماعی چیزی ننویسند و با رسانه‌ها هم صحبت نکنند. منابع گفتند امام نظرov و پیوندانش اتهام را رد کردند و امیدوارند که مسئله به زودی حل می شود. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی علیه سلام امام نظرov با ماده 200 قسم 4 کودکس جنایی یا معامله غیر قانونی مواد مخدر پرونده باز کردند. از روی این اتهام به او از 12 تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. منابع آگاه از پرونده گفتند سال 2015 یک شخص بازداشت شده با اتهام قاچاق مواد مخدر به مفتشان نام سلام امام نظرov را گفته است. سلام امام نظرov روز 18 فوریه امسال بعد بازگشت از شهر استانبول ترکیه در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. امام نظرov را کارمندان وزارت کارهای داخلی دستگیر کردند. مقامات تا حال درباره این پرونده جزئیات ندادند. همصحبتان رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند ماه سپتامبر سال گذشته میان سلام امام نظرov و طالب ایانبکov در طرفخانه مرکوپول شهر خاروق تیرپرانه سر زده است. در آن حادثه سلام امام نظرov زخمی شده است و بعداً برای تبابت و از جمله گرفتن تیر از تخت پوشش به شهر استانبول ترکیه رفته بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. نزدیک به 40 ماشین بارکش از تاجیکستان که بر روسیه محصولات کشاورزی میبرند قریب 1 هفته باز در مرز ازبکستان با قزاقستان در ماندند. رانندگان گفتند که مقامات مرزبانی و گمرکی در گذرگاه در منطقه سردریا با آنها اجازه عبور نمیدهند. مقامات ازبکستان حادثه را تا هنوز شرح ندادند ولی رانندگان میگویند اگر زودتر مرز را عبور نکنند محصولاتشان میپوسد. از محیدین غایباف یک تن از رانندگان بند مانده قبل از برنامه خواهش کردیم که در این باره تفصیلات دهد. لامبا زدگیان هم از پای دویه یکی ماشینان ما تاجیک‌ها را جواب نمیدهند. از محیدین غایباف پرسیدم که مشکل در چیست و مقامات ازبک در این باره با آنها چی گفتند؟ میگن که فقط 2 تا راهی که همین گذرگاه هست در گرانیسه سردریا
فقط یکتاش برای خودمان، یکتاش برای توجکو اکسپورت ترانزیت نیم. فقط ماشین خودشان هم میگذارن. یک تامو رای که ما داموندگه و همون تام ازبکای خودشان گذارن. اکثر محصولاتی که رانندگان باید بر روسیه برند میوه و سبزیجات است که امکانی پوسیدنشان وجود دارد. از محیدین غایبوف پرسیدم که اگر چنین رخ دهد کی جوابگر خواهد بود؟ اگر محصولات ویران شود شوفیر همه بار باید به گردن گیرش پولی که رستماش کشیدگی صاحبکار خریدگی چند سمی که رسخوت شدگی همه این چیزا در گردن شوفیره ویران میشود یا که نقض میرسه این چیز در گردن شوفیره. محیدین غایبوف راننده بند مانده از مرز ازبکستان با قزاقستان با ما صحبت میکرد. وابستگی جدی به گندم اوکراین و روسیه اقتصاد ترکیه را در وضعیت بسیار بد قرار داده است. در پی جنگ روسیه در اوکراین صادرات گندم به ترکیه هم کم شد. کمبود آرد و افزایش با سرعت تورم این کشور را شدیداً نگران کرده است. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده است. این کشتی ها زمانی پر از گندم و تخم آفتابپرست از اوکراین و روسیه به ترکیه وارد می شدند. حالا در بندرهای استانبول خالی ماندند. بعد جنگ روسیه با اوکراین صادرات تقریبا همه گونه مواد غذایی از طریق بحر سیاه کاهش یافت. ما باید 10 میلیون تن گندم نوی با صفت از کشت زمستان وارد کنیم. با توجه به نظارت صادرات در روسیه من نمیدونم که این کشور توانید تامین این مقدار گندم را دارد یا نه. اوکراین برای ترکیه از نظر صادرات غله‌دانه و روغن بازاری رقم 1 بود. حالا این بازار از دست رفت. البته ترکیه امکان دارد به بازارهای دیگر رو بیارد، اما به سبب دوری راه خرج حمل و نقل قیمت آن گرانتر خواهد شد. وابستگی زیاد از واردات گندم ترکیه را از حالا در حالت ناگوار قرار داده است. Toprak Mahsulleri Ofisi ترکیه ماهی یونی سالی گذشته یک تانه گندم وارداتی را با مبلغ 262 دلار می خرید. هفته گذشته قیمت یک تانه غله به 456 دلار رسید که قریب 2 برابر بیشتر از نرخ پیشینه است. همین گونه ترکیه به دلیل وابستگیش از محصولات کشاورزی وارداتی و همچنین بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان در پی جنگ اوکراین ضرر جدی می بیند. قرب اسعار ترکیه سال گذشته کاهش یافت و همانا زیر فشار قرار دارد از سببی که گندم وارداتی به دلار خریداری می شود. تورم همچنان ادامه دارد، هرچند هنوز از قبل حمله روسیه 50% افزایش یافته بود. سمیت نان ارزان و ملی ترکی که با کنجد و بیشتر برای نهاری پخته می شود تقریبا 2 برابر گران شد. با وجود یارانه های دولت انتظار می رود که نرخ باز بالا می رود. ماهای نزدیک ما شاهد بالاروی نرخ نان می شویم. با افزایش نرخ گاز مایع، نرخ برق و آب، نرخ نان حتما گران می شود. گپ فقط سر نرخ آرد نیست. ارزش خمیر مایع هم که 60 لیره بود حالا به 160 لیره رسیده است. اینجا همچنین خراجات نیروهای کاری را نیز به نظر گرفتن در کار است. کارشکنه و اعتراض ها که قبلا خیلی کم اتفاق می افتادند حالا به یک کار معمولی تبدیل یافته است. به دلیل افزایش نرخ ها کارگران طلب دارند که مزد کارشان زیاد کرده شود. اصلا نان یک محصولات علاوه‌ای است که اگر شما دیگر چیزی برای خوردن ندارید از آن استفاده میبرید. من شنیدم که آدمان در نانوایخانه میگفتند نرخ یک نان که حالا 4 لیره است تا تابستان امکان دارد به 7 لیره برسد. این بسیار غم انگیز است. این وضع بیشک به اقتصاد کشور ضربه میزند و به نفع اردوغان نیست. پرزیدنت رجب طیب اردوغان سال آینده ممکن است دیگر باره در انتخابات شرکت کند. تحلیلگران بر این باور هستند که وضع به آبروی اردوغان بی تاثیر نخواهد ماند. یک تنقید سیاست حکومتی او این است که بیشتر به محصولات وارداتی تکیه می کند، نه تولید آن در داخل کشور. در یک ماه اخیر قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در برابر پول ملی سامانه زود تغییر می‌یابد. چون این تغییرات باعث افزایش نرخ محصولات نیاز اولیه در بازارهای کشور
و نگرانی مهاجران مهنتی تاجیک نیز شد. مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه به خانواده‌های خود روبل روسی می‌فرستند و در بانک‌ها آن را به سامانی عوض می‌کنند. اکثر صاحبکاران تاجیک که از خارج مال و محصولات وارد می‌کنند به شریکان خود با دلار آمریکایی داد و گرفت می‌کنند. همکارم علیشیر ظریفی و براد یوسفی از راهگذران پرسیدند که افزایش قربی کدام پول سامانی، دلار یا روبل برایشان بهتر است و به زندگیشان چی تأثیر می‌رساند. روبل و روس برای اکثریت مهاجران ما در روسیه کار میکنه، در آمریکا خیلی کم کار میکنه. اگر قربی اگر روسیه پولی اگر روسیه استوار ماند یا بلندتر باشه اگر به مردم ما خیلی بهتر است. برای اکثریت مهاجران ما شکایت از اون داره که امروز من در روسیه قربی روسیه پول روسی پاس شد، انا ما معاشی که میگیریم ناچیز است، با خانه روان کردن نمیتونیم. خلاص برای اینکه قربی روسیه اگر خوب باشد این خوبتر است، بلندتر باشه اگر نظر به دلار میخواست. خیر روبل نقص‌تر ای نمیدونم چخوزی مهاجرای ما طرف مسکو پول روی میکنن با پاس میشن نمیتونن به چرا کار میکنن. روبل در نظر من نقصه قربش بالا میره برای هوای 20 دلار ذخیره میکرده. خیر برای سامانی برای همین داد و گرفتی جمهوری تاجیکستان هم که با سامانی است، مقصد برای هم سامانی با پول سامانی ذخیره همش با پول سامانی میکنه. مهاجرای ما بسیار هم در فدراسیون روسیه هم مقصد روبل بالاتر و با بهتر میشد برای مردم ما مقصد. ما یک شهروند آزادیم واقعی. ما برای ما مهمتر پول سامانی خود ما همین سامانی خود در نظر داریم. بعد پسنداز باشه بانک دم میمونیم. با کدام پول پسنداز میکنیم؟ همین سامانی خود. با دلار روبل نه با ما قاچی ندارد. اون برای آدمایی که سر کار دارن برای هوا در کارن. برای ما سامانی بهترینه. پول روسی قطعی. برای کی؟ داد گرفت قطعی هم رسود داریم تمام. انا میخیر. برنامه اخباری بخش تاجیکی رادیو آزادی را دوام میدیم. بعضا عطاران ماه‌ها و سالها را برای تهیه و بهبود عطر نو صرف میکنند، ولی یک عده شرکت‌های معاصر میتوانند با استفاده از ذهن صنعی در دوام چند دقیقه عطر فرمایشی تولید کنند. تنها سوال این است که آیا مشتری به این عطر توجه خواهد کرد؟ کیومر سیاتا در این باره گزارش می‌دهد. نوارهای ترغیباتی از آن شهادت میدهند که اثنای انتخاب عطر نه بوی بلکه احساس معین کننده است که بیشتر به مود ربط دارد و این مود را چند شخصی برگزیده انتخاب میکنند. شاید 700 نفری برگزیده به 7 میلیارد باقی مانده بوی پسندیده مقرر نمایند. اناهیدا مکانیک عطار و پایه‌گذار شرکت ایوری هیومن است که در اساس ذهن صنعی برای هر مشتری عطر ویژه تهیه میکند. ما امکان میدهیم که هر مشتری بر اساس احساسش به خود عطر ترتیب بدهد. اما سوال این است که آیا در نهایت امر مشتری از این عطر قناعتمند خواهد بود؟ اصلا تهیه عطر ویژه بعد پاسخ مشتری به سوالهای ذهنی صنعی آغاز یافته، سپس جهاز به نام الگوریتمیک پرفیومری 3 نمود عطر را پیشکش میکند. ما از مشتریان درخواست میکنیم که نظر خود را بگویند. آیا عطر پسند آمد یا نه؟ بر پایه جواب ها ما هم می آموزیم و هم خلاصه میکنیم که کدامی از فرموله ها مورد پسند مشتریان بوده پیش بینی درست دارد. همچنان مشتری با استفاده از ضمیمه در تلفن هوشمند می تواند بوی برایش بهتری را انتخاب کند. با فکرم قسمت انتخاب عطر جالب است. آدم انتخاب میکند و میبیند که نتیجهش چیست. با مانند شرکت ایوری هیومن چندین مؤسسه دیگر هم فناوری‌های معاصر را به صنعت تولید عطر وارد کردند. شرکت نینو پرفیومز عطر هوشمند به بازار برآورده است که در یک ظرف چند نمود عطر را جای داده امکان میدهد که مشتری کمش 100 نوع مختلف بوی را انتخاب کند. وزارت کارهای خارجه روسیه به یک دیپلمات حکومت طالبان در افغانستان اجازت کار داده است. این اولین نماینده دیپلماتی حکومت طالبان است که در یک کشور خارجی اجازه کار دریافت میکند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت که این دیپلمات ماه فوریه بر روسیه آمده بود. بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما دسترس و مطالعه کنید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.